کاری رستم قواتوف در یک هفته تا 3 بار به کتابخانه رفتن است. حالا از ناحیه وسه به کتابخانه ولایتی کلاب رهسپار است. رهبران کتابخانه برایش اجازه دادند کتاب دلخواهش را جستجو کند. با همین شیوه ساعتها کتاب میکاود. تا کتابی خوب پیدا نکند از کافتن دست نمیکشد. رستم طول 1 سال شد که در کتابخانه ما آمده کتاب دسترس میکند، برده میخواند، با پس از 1 هفته آورده میسپارد، با جاش با کتابای در کاریش با برده میگیرد میآورد. رستم علمی عالی دارد و بخش اقتصادی دانشگاه کلاب را ختم کرده است. تا سال 2016 در کالج آموزگاری شهر کلاب به حیث انبارچی کار میکرد. سال 2017 در یک جنجال با همسایه 5 سال زندانی شد. اولی سال 2019 با قانون عفو از زندان آزاد و از همان سال کسی به او کار نمیدهد. حتی برای برداشتن داغ سودیش تا دادستان کل شکایت برد. همین مراجعت های به تکرارش بوده است که داغ سودی از او برداشته شده است. بعد از همان روزی که از آزادی بر آمدم داغ سودی ما برداشتن و با کدام کارگاهی که میروم ما رو به کار قبول نمیکنن. میگن داغ سودی داری نمیشه. گاهی با بهانه رفتن به کتابخانه به جستجوی کار هم میبراید. کار که برایش پیدا نشد راست به کتابخانه می آید. کتابی انتخاب کرده را میگیرد و برای آرام کردن خود به تالار خانش می رود. در اینجا با کودکان کتابخوان تا آرام کردن عصبهایش کتاب می خواند. عصبش که آرام شد کتاب را با خود گرفته به خانه می رود. بعدی که من از محبس بر آمدم اداره که ما را به کار قبول نمیکنن، بعد من در همین کتابخانه صدرین عینی شهر کلاب اعضا شدم. دیگه همین وقتا بیکاره همونجا 5 تا کتاب آورده میخوانم، میبرده با کتابا را سپردن میگیرم. او اولین کتابی که از کتابخانه گرفته خوانده است غمگین مشو بوده است. همین کتاب باعث شده است که رستم غمگین نشده برای زندگی تلاش کند. حاضره در همین یک پارچه زمینی که همین در نزد حولین دارم همین را استفاده میبرم. خیلی میشوه بگیم ده او قدر خوب هم نباشد، خیلی زندگیمون رفته استده. سن رستم به 40 رسیده است و تا حال در این کلبه تنها زندگی میکند. اما او خود را تنها حس نمی کند. میگوید که کتاب ها همراهش هستند. به قول رستم اگر راه کتابخانه و کتابخانه را نمی گرفت شاید خود را تنها حس میکرد و خدا میداند چه چیزها رخ میداد. و کتاب و کتابخانه را نجات بخش خود میداند و باور دارد روز کاری خوب هم پیدا خواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه.